سلام، سهیل هستم و به یه اپیزود دیگه از سینماسو خوش اومدین. خیلیاتون حتما فیلم اینترستلار یا فیلم میان ستاره‌ای رو دیدید و بسیار ازش لذت بردید. فیلمی که خیلی فکرها رو درگیر خودش کرده. هر کسی که دیده شاید چندین بار مجبور شده مراجعه کنه مجدد به فیلم و فیلمو مجدد تماشا بکنه تا بفهمه داستان از چه قراره. شاید نیاز هستش که یک پایه‌ای از فیزیک داشته باشید تا بتونید اتفاقات رو کامل درک بکنید. اما خب این دلیل نمیشه که زیبایی‌های فیلم چشم شما رو نگیره و از دیدن این فیلم لذت نبرید. فیلم امتیاز 8.7 توی IMDb رو داره و امتیاز خیلی باور نکردنی 73 تو راتن تومیتوز. برای چی میگم باور نکردنی؟ به خاطر اینکه این فیلم خفن و جذاب موقعی که سالگرد 25 سالگی راتن تومیتوز شد، فیلم شماره 2 این لیست شد. یعنی وقتی که راتن تومیتوز 25 فیلم برتر 25 سال اخیر رو منتشر کرد، فیلم اینترستلار رتبه 2 رو کسب کرد. اما چه جوری بهش امتیاز 73 دادن منتقدین واقعا جای توجه داره و باید بهش فکر کرد که اصلا چقدر عجیبه این موضوع. امروز می‌خوایم 6 تا فکت جالب و نکته قابل توجهی که توی فیلم اتفاق افتاده رو با هم مرور بکنیم و ببینیم که چیا رو شاید توی فیلم از دست دادیم و دونستن چه نکته‌هایی توی فیلم باعث میشه که جذابیت دیدن این فیلم دوچندان بشه. شماره 1: از اونجایی که کریستوفر نولان کارگردان این فیلم دوست داره همه کارا رو عملی انجام بده و سعی می‌کنه تا حد ممکن از جلوه‌های ویژه خودداری بکنه توی فیلماش، که توی فیلم تنت هم ثابت کرد که یک هواپیمای واقعی مسافربری رو منفجر کرد تا حس بهتری به بینندش القا کنه. توی فیلم اخیری که ساخت توی اوپنهایمر یک انفجار خیلی بزرگ واقعی رو وسط یه بیابون ساخت تا بیننده فیلمش واقعا بتونه حس اون انفجار و حس اون اتفاقی داره میفته توی فیلم رو متوجه بشه. برای فیلم اینترستلار هم توی اون صحنه معروفی که دنبال اون هواپیمای بدون سرنشین توی مزرعه ذرت هستن، از جلوه‌های ویژه خودداری کرد و 500 هکتار ذرت کاشت تا حس بهتری رو به بینندش القا بکنه. و نکته جالب توجه اینه که بعد از اینکه فیلم برداری تموم شد، اون 500 هکتار ذرت رو فروختن و حتی یک سودی هم شامل حال تهیه کننده‌های فیلم شد. شماره 2: اگر فیلم کامل دیده باشید می‌بینید که اون پیغامی که حل مسئله گرانش رو در واقع به دختر کوپر میرسونه، اون ساعتی هستش که کوپر به دخترش میده. اما جالبه که بدونید که در ابتدا قرار بوده که اون هواپیمای بدون سرنشینی که توی همون مزرعه ذرت گرفتن پیغام رو به دست دختر کوپر برسونه، اما بعدش فیلمنامه تغییر میکنه و تصمیم میگیرن که این ساعت باشه که در واقع جواب حل مسئله گرانش رو به صورت کد به دختر کوپر برسونه و اون بتونه مسئله رو حل بکنه و مردم زمین رو نجات بده. درسته که اون هواپیمای بدون سرنشین نقش خیلی اساسی رو توی فیلم ایفا نمیکنه، اما از همون اول به ما میفهمونه که یک سری اتفاقات عجیب و یک سری آنامالی‌های غیر طبیعی توی گرانش اون مزرعه وجود داره که اون هواپیمای بدون سرنشین رو به اونجا هدایت کرد. شماره 3: وقتی کوپر و دخترش مختصاتی که توی اتاق مورف پیدا کردن رو دنبال میکنن، به پایگاهی میرسن که ناسای اون زمان داخلش فعالیت میکنه، به تابلوی توی فیلم برمیخوریم که نوشته نوراد رو به ما نشون میده. خیلی جالبه که بدونید که اونجا واقعا یک آزمایشگاهی هستش که کاملا واقعیه و شاید یکی از امن‌ترین جاهایی که توی زمین هستش محسوب میشه. نوراد کوتاه شده نورث امریکن ایرواسپیس دیفنس کامند هستش که همونجوری که از اسمش معلومه اونجا یک سری تحقیقاتی در زمینه صنعت هواپیمایی صورت میگیره و اونجا جایی نیستش که هر کسی بتونه بره ازش بازدید بکنه. توی فیلم چند تا ربات داریم که خب خیلی اگر فیلمو دیده باشید حتما با این ربات‌ها آشنایی داریم. اولین رباتی که می‌بینیم که توی زمین هم هست اسمش تارسه که با کوپر و بقیه سرنشینای فضاپیما باشون میره. دومین رباتی که توی ایستگاهی هستش که اون فضاپیمای ایندورنس یا مقاومت توش هستش به اسم کیس. و سومین ربات رو وقتی می‌بینیم که به سیاره مان میرن و که اونجا اون ربات در و داغون شده و به اسم کپ نامگذاری شده. نکته جالب اینه که باید بدونید که اون اسم نامگذاری ربات کپ به این دلیل انجام شده به خاطر شخصی به نام کپتورن هستش، فیزیکدانی هستش که به نولان کمک کرده تا این فیلم تا حد ممکن به واقعیت نزدیک بشه و به افتخار کپتورن ربات سوم توی این فیلم کپ نامیده میشه. توی فیلم هم اگر دقت بکنید جلوی اسم تارس یه سری نقاط می‌بینیم که اونم به خط بریل اسم تارس نامگذاری شده، نوشته شده در واقع تا نابینایان هم بتونن اون اسم رو بخونن. شماره 5: اسم این پروژه‌ای که توش قراره که این نجات مردم زمین توش انجام بشه و مردم زمین رو از این قحطی و گرفتاری که توش هستن نجات بدن، اسمش گذاشتن لازاروس. حالا لازاروس چی هستش؟ لازاروس یا ایلازر کسی هستش که توی انجیل یوحنا اسم شخصی هستش که تنها کسی هستش که توی انجیل به جز حضرت مسیح بعد از مرگ به زندگی برمیگرده. داستانش هم به این ترتیب هستش که دو تا خواهر میان به حضرت مسیح میگن که برادرشون خیلی مریض و نزدیک مرگه
دیگه. از حضرت مسیح میخوان که برادرشون شفا بده. حضرت مسیح از قصد چند روز دیرتر به خونه اون دوتا خواهر میره و بعد از اینکه میرسه متوجه میشه که خب اون برادرشون مرده و اون دوتا خواهر هم به حضرت مسیح میگن که خب اگر زودتر اومده بودی میتونستی شاید کمک برادر ما بکنی. حضرت مسیح بهشون میگه که نگران نباشید و در واقع میرن سر مزار اون مرد و حضرت مسیح اون رو زنده میکنه و به خاطر همین و بچه تصمیمی که داره این داستان با داستانی که توی فیلم اینترستلار اتفاق میفته، اسم پروژه‌ای که در واقع نجات مردم زمین بهش وابسته است رو لازاروس گذاشتن. این هم نکته قابل توجهیه. Lazarus, come out. شماره 6 توی سیاره میلر، اولین سیاره‌ای هستش که بهش سر میزنن که همون سیاره‌ای هستش که آب کم عمق داره. به دلیل اینکه بسیار زیاد به یک سیاه‌چاله‌ای به اسم گارگانچون نزدیکه، زمان اونجا خیلی به سرعت میگذره و اگر شما فیلمو دقت کرده باشین، وقتی که کوپر با گروه به سیاره میلر میرسن، ساوندترک فیلم تغییر میکنه و اگر دقت بکنید تقریبا هر 1.5 ثانیه یک صدای تیک تیک توی فیلم میشنویم که هر صدای تیکی که شما میشنویم بیانگر یک روز، یک شبانه روز کامل در روی زمین هستش. و از اونجایی که به خاطری که گرفتار اون موج بزرگ میشن و توی موتورهای فضاپیماشون آب میره و مجبور میشن تقریبا 1 ساعت اونجا بمونن، چندین سال رو روی زمین از دست میدن و همونجور که میدونید وقتی به فضاپیما برمیگردن و با اون همگروهیشون راملی روبرو میشن، میبینن که راملی سن خیلی زیادی ازش گذشته، موهای سفید شده و وقتی به اتاقی میرن که پیغام ها اونجا براشون نمایش داده میشه، کوپر میفهمه که مورف دخترش همسن خودش شده زمانی که اون زمین رو ترک کرده، به خاطر تایم دیلی و اون تأخیری که در واقع در زمان برای اونا در زمانی که توی سیاره میلر وجود داشتن اتفاق افتاده. که این هم نکته قابل توجهی هستش که شاید دونستنش خالی از لطف نباشه. اگر شما هم نکته جالبی در مورد ساخت فیلم یا نکات مخفی که توی این فیلم وجود داره میدونید، لطفا برام کامنت بکنید. لایک، کامنت و سابسکرایب هم یادتون نره. ممنونم که از من حمایت میکنید. تا ویدیوی دیگه، خدا نگهدار.